آقا چطوری GTA V هر نسخه از GTA V کرکی رو رایگان آنلاینش کنیم. هر مودی هم داشته باشید کار میکنه، اصلا مود و اینا بازیتون بند نمیشه، اصلا ایمیلی نیست، خیلی ایزی و راحت. هر کار دوست داشته باشین هم تو بازی میتونید بکنین، اسکیم بیارین، هر کار عشقتون بکشه. خب آقا ما اول به مودرانر نیاز داریم، یا اگرم اسکریپت ها رو دارین خود مودرانر هم نصب کردین یکم بزنین جلو، نحوه نصب این مود آنلاین کردن رو ببینید. هیچ کاری هم نداره، کپی پیسته. خب ما اول رو خود بازی یک کلیک راست میکنیم، فایلاشو میاریم و دوم میریم توی پوشه مودرانر، رمز رو کپی میکنیم و این اسکریپت هر چی هست رو میگیریم میتپونیم توی بازی. خب رمز رو اینجا میزنیم و سلام، ریپلایس هم میکنیم. الان دیگه نصب شد مودرانر. خب حالا برای نصب آنلاین کننده بازی میریم توی پوشش، رمز رو از اینجا اول کپی میکنیم، هر چی اینجا هست میگیریم میریزیم توی اسکریپت بازی. همونطور که دیدین اول باید بریم تو پوشه اسکریپت. خب پیست میکنیم، تمام. الان GTA V شما آنلاین شد و واسه فعال کردنش هم برین تو GTA تون. فیلتر هم هستش، F9 رو بزنید، با فیلتر چیکم وارد شید، F9 رو بزنید، گزینه اول رو اینتر کنید و وارد بازیشون رو لذت ببرین. حالا اگرم دوتا سیستم PC کنار هم بودین میتونین با استفاده از کابل آنلاین بازی کنین، 2 نفر یا سرور بسازین. حالا اون آموزش سرور ساختنش هم میذارم و تا ویدیوی بعدی فعلا پیس آوت.